باز یک رویداد فرحبخش در مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان. در دوره مناسبت‌های دوستانه جمهوری تاجیکستان با دولت همسایه ازبکستان دیدبانگاه گمرکی ایواج در حدود ناحیه شهر توس بعد از توقف بسیار ساله از نو افتتاح گردید. گزارش عبدالرزاق عزیز. 7 مارس سال 2018 در دایره گسترش مناسبت‌های دوستانه جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان دیدبانگاه گمرکی ایواج در ناحیه شهر توس ولایت ختلان دوباره افتتاح گردید. گذرگاه مذکور 10 سالها اینجانب فعالیت نمی‌کرد و مشکلات ساکنان ناحیه‌های نزدیک سرحدی هر دو دولت با هم دوست و هم فرهنگ را مشکل گردانیده بود. با تشبث به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان شفقت میرزیویف روابط دوستانه و دیرینه خویش و تباران نزدیک از هر دو جانب از نو برقرار کرده شد. خویش تبار داریم اینجا، همه اینا بسیار ساز شد. رحمت همه جناب عالی را حکد است راه. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان دیدبانگاه گمرکی ایواج پور را تعمیر و تجدید کرده شده، با دستگاه و لوازمات ضروری جهازانیده شده است. دیدبانگاه ایواج در مسافه 70 کیلومتر از مرکز ناحیه شهر توس جایگیر بوده تا رسیدن به شهر ترمیز ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان بیشتر از 40 کیلومتر را در بر میگیرد. اکنون با افتتاح گذرگاه ایواج تاجیکستان و گذرگاه گلبهار جمهوری ازبکستان مناسبت‌های دوستانه دیرینه به خوبی برقرار گردیده در آینده نیز تحکیم یابند. به خاطر استقبال مهمانان از ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان بیشتر از 20,000 نفر ساکنان ناحیه‌های به نام ناصر خسرو، شهر توس و قبادیان ولایت ختلان با حس افتخار و شکرانه تنجی و آسودگی مملکت حاضر شدند. ساکنان ولایت ختلان جانب دولت دوست و همسایه را در سطح بلند و با حس احترام و شکرگزاری از سیاست پیشگرفته سران هر دو کشور استقبال گرفتند. از قدیم ازبک و تاجیک ات بلند قرناق ایران قان قرنداشlik شعارش قلده بیرق ایران بربرن مهمانگه چارلر یلده مشتاق ایران طاقت هجران ندارد وصلگه چند قاق ایران بودم. رحمت بر پرزیدنت تاجیکستان ازبکستان هزار رحمت. من 18 سال شد که اوچای مرا دیدم آخی. رحمت تشکری زیاد الهی. من خاصیت داشت مراد و 1979 yıl Özbekistan'dan Tacikistan'a kelin bu. من 30 سال پیش به تاجیکستان کلین شده آمدم. 100 بار سپاسگزارم که پرزیدنت های عزیز این گذرگاه را افتتاح نمودند. من چند بار دچار مشکلات و مصیبت شدم. پدر و مادرم گذشتند. برادر و دادرم هم وفات کردند. ولی من به تعزیه آنها رفتن نتوانستم. من شکرانه که ما باز به دیدار دوستان و خویشان خود میرسیم. من شunchalik xursandman که من yo'lda ochganiga. ضمن افتتاح گذرگاه ایواج رئیس ولایت ختلان دولتشاه گل محمدزاده دوباره فعال گردیدن گذرگاه این منطقه سرحدی را از سیاست صلح‌پرورانه و درهای باز پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ارزیابی کردند. رئیس ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان ارکین توردیموف اقدام پیشگرفته پرزیدنت‌های هر دو کشور را در منفعت اقتصادی کشورهای هم‌مرز مهم ارزیابی کردند. من ازبکستان ریسپوبلیکای سرخندریای ولایت
hokimining yoshlar bo'yicha masalalar bo'yicha maslahatchisi. من عثمان جان در ولایت سرخاندریای جمهوری ازبکستان به حیث رئیس جوانان ولایت کار می‌نمایم. در ولایت ما تاجیکان ازبک‌ها یکجایی زندگی و کار و فعالیت می‌کنند. ما تاجیکان شکرگزاری می‌کنیم که دوستی ازبکستان و تاجیکستان باز هم استوار گردید. این راه ماشینگر آینده می‌تواند باز هم به منفعت هر دو طرف خدمت 100 ساله کند. maqsadida mana shunaqa bir ikki davlatning o'rtasidagi chegaralarni در حقیقت امروز یک روز تاریخی است که ما شاهد چنین روز هستیم و خیلی خوب گفتند که محبت دوستی بین تاجیکان و ازبکان این یک دوستی بی‌قیاس است، یک دوستی است که این را به هیچ چیز برابر کرده نمی شود. متاسفانه ما یک چند مدت از همین دوستی ها محروم بودیم. من امروز درهای بسته گشوده شد از چشمان، از روی رخساره های مردمان تاجیکستان و ازبکستان. ما معلوم میکنیم که آنها اینقدر چنین یک روز را پزمان بودند، انتظار بودند. واقعا خودی من دست پروری دانشگاه دولتی تاجیکستان رشته ژورنالیستیک و ترجمانی هستم و البته من حاضر بینیت در یک هیجان هستم. شاید همسبقان من، دوستانی تاجیکستانی من که ما یک جای تحصیل برداشتیم این لحظه ها را تماشا کرده ایستادند. واقعا شاهبیت های میرزا تحسین‌زاده امروز باری دیگر ثابت کرده ایستاده است که این دو خلق را هرگز جدا کردن نمی شود. واقعا در چشمای ما اشک شادی است این لحظه ها، زیرا که ما با آرزوی دیرینه خود رسیده ایستاده ایم و هر دو مردم هر دو جمهوری هم شاد و ممنون هستند، زیرا که دیر باز به همدیگر مشتاق بودند، تشنه دیدار بودند و امروز من همون تشنگی ها را شکسته ایستادیم. چنانه که رودکی بزرگوار فرمودند هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. واقعا هم تاجیکان و ازبک ها از دوره های دور تاریخ ارتباط دوستی و رفاقت داشتند و ساکنان هر دو ولایت از آن اظهار خرسندی میکردند که با گسترش مناسبت های همکاری وضع اقتصادی و اجتماعی تحکیم یافته، صاحبکاری خرد و میانه و استحصال مال و محصولات از هر دو جانب بلند میگردد. طور ساکنان ناحیه های به نام ناصر خسرو و شهریتوس و قبادیان ولایت ختلان اظهار داشتند آنها سالهای زیاد همین روز نیک و خاطرمان را انتظاری میکشیدند و به سروران هر دو دولت اظهار سپاس میگفتند. باعث افتخار و سرفرازی تمام جوانان ولایت ختلان است که امروز با سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی الرحمن و پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف گذرگاهی که در منطقه شهریتوز ولایت ختلان بود و در منطقه جمهوری ازبکستان مورد استفاده بری قرار گرفت و این باعث سرفرازی و خرسندی تمام مردم تاجیکستان است که امروز باز دو ملت با هم فرهنگ علاقه رفت آمد را مستحکم کردند. این برای رشد اقتصادی و اجتماعی هر دو دولت زمینه مناسب میگذارد. من خودم زاده همین ناحیه شهریتوس می باشم، اما پدر و مادر من اصلا از تاشکند اینجا کلین شده آمدگی می باشند. من تا حاضر ما تاشکند، نمنگان، فرغانه، اندیجان تمام شهر و ناحیه ازبکستان به خویش برای نزدیک داریم. به هیئت مهمانان از ولایت سرخاندریای جمهوری ازبکستان همچون رمز احترام تحفه‌های خاطروی و نمونه صنعت نقاشی از کوههای سر به افلاک تاجیکستان عزیز تقدیم کرده شد. بعد از افتتاح دیدبانگاه گمرکی ایواژ نمایندگان از ولایت ختلان به مرز ناحیه ترمیز ولایت سرخاندریای جمهوری ازبکستان سفر کردند و در مراسم تنتنوی به فعالیت گذرگاه گلبهار حسن آغاز بخشیدند. هیئت مهمانان از ولایت ختلان را نمایندگان ولایت سرخاندریای جمهوری ازبکستان با نان و نمک و صدای فورم کرنه و سرنه استقبال گرفتند. در این جانب صدها نفر تاجیکان و ازبک‌ها جمع آمده شاهد این روز تاریخی گردیدند. طور ذکر شد تاجیکان و ازبک‌ها دارای تاریخ و فرهنگ مشترک بوده، ریشه های دوستی میان هر دو ملت از
قهر عصرها غذا میگیرد. بار دیگر فلسفه دوستی در مثال عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی تاکید کرده شد. با کشاده شدن گذرگاه ایواج ناحیه شهر توس و دیدبانگاه گلبهار شهر ترمیز ولایت سرخندریا در ردیف تحکیم دوستی و رفاقت سمت اقتصادی و اجتماعی نیز بهبودی پیدا میکند. طور معلوم گردید و مانند جمهوری تاجیکستان در ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان نیز مکتب‌های تاجیکی فعال بوده. از این بعد نیز فرهنگ و تمدن هر دو ملت با هم دوست مورد آموزش قرار خواهد گرفت. برابریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان همچون رمز محبت و احترام تحفه خاطروی تقدیم کرده شد. هنرمندان بخش فرهنگ ولایت سرخندریا با برنامه رنگین موسیقی خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند. شادی و نشاط ساکنان نزد مرزی را هیچ انتها نبود. آنها با باوری اظهار می‌داشتند که دوستی و پیوندی خویش و تباری تا ابد میان هر دو ملت با تمدن باقی میماند. عبدالرزاق عزیز و عبدالله قادر، ولایت ختلان و ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان برای برنامه اخبار.